گفتن که در جای درس میخوانن از شاگردها و استادها بعضی منکرات رو میبینن، آیا امر معروف و نهی از منکر بکنن یا نکنن. الله سبحانه و تعالی میگه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت به خاطر این هستیم که امر معروف و نهی از منکر میکنیم. این وظیفه ماست، این از واجبات از بالای هر مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که منکری رو میبیند باید با دستش تغییر بدهد. با دست تغییر دادن در کجا هست؟ مثلا شما در دانشگاه نمیتونید با دست تغییر بدید. در اونجا مثلا برید دختر و پسری دارن با هم دیگه صحبت میکنن، نامحرم هستن، این بگیرید از هم دیگه جداشون بکنید، برو تو این ور برو تو اون ور، خب شکایت میکنن، شما را دانشگاه بیرون میکنن. تغییر به دست در جایی که شما قدرت دارید، در خانه، در بین خانواده، در بین خویشاوندان، مسئول هستید، حاکم، قاضی، پلیس، اینها میتونن با زور با دست تغییر بدن. وظیفه اونهاست، وظیفه حاکم است. یا جایی که شما ولایت دارین، در اونجا قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهلتان، خانوادتون، اونجا شما مسئول هستید، با دست با تغییر بدید. دخترت، پسرت، همسرت، خواهرت، برادرت یک کار منکری میخواست انجام بده، با دست میتونید تغییر بدید. فإن لم یستطع فبلسانه، که اگر نمیتواند با زبانش. در کوچه، در بازار، در اتوبوس، در هر جایی منکری رو دیدید، برید، البته با بسیار روش خوب، با بسیار اخلاق، با بسیار ادب، که طرف آزرده نشود. گاهی اوقات بعضیا شاید اصلا فحش بدن، اهانت بکنن، توهین بکنن، هیچ مشکلی نیست. اینا رو باید انسان در راه دین تحمل بکنه، اما هیچ وقت نباید انسان امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه. فإن لم یستطع فبقلبه، یک جایی است که دیگه هیچ نمیتونید، نه با دست نه با زبان، با قلبتان باید چیکار بکنید؟ یعنی این کار رو بد ببینید. امروز بعضی از مسلمان ها منکرات رو توجیه میکنن، امر معروف نمیکنن، بدم نمیبینن، بلکه توجیه میکنن. والله دیگه میگه دنیا پیشرفت کرده دیگه، نیاز هست. نه خیر، دنیا هر چقدر پیشرفت بکنه، منکر است، معروف است، و وظیفه تو امر به معروف و نهی از منکر است. این وظیفه یک ارگان و یک امر معروف و نهی از منکر مثلا طالبان و فلان و اینا نیست. این وظیفه همه مسلمان است، هر کس به اندازه علمش. اما امر به معروف و نهی از منکر با علم باید باشه. یعنی شما مثلا داره یک جای میرید، یک نفری رو میرید که برادر عزیز شما مثلا این طرز لباس پوشیدنتون جایز نیست، به شما بگه دلیل، والله دلیل نمیدونم، هم میگه پس فضولی نکن. باید دلیل رو بلد باشید، از قرآن، از سنت. انسان یک منکری رو در یک جای میبینه، بره مطالعه بکنه، معلومات کافی در موردش بگیره، بعد بره چیکار بکنه؟ امر معروف و نهی از منکر. و ذلک اضعف الایمان، کسی که با قلبش یک چیز رو بد میبینه و جرأت تغییر دادن با دست و زبان رو نداره، این چی است؟ این شخص ایمانش خیلی ضعیف است. که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما امر کردن که امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، و الا عذابی رو خداوند نازل میکنه که همه رو در بر میگیره. فکر کنم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، یا رسول الله، یعنی در یک جامعه خوب و بد هستن، این که عذاب میاد چرا همه رو میبره، همه گرفتار عذاب میشه؟ میفرمایند به خاطر که انسانهای خوب انسانهای بد رو از منکر، از عمل زشت مانع نشدن، به خاطر همین چی میشه؟ همه رو نابود میکنه. یکی از ملحدین چی میگفت؟ این چی دینی است که حالا مثلا من شرابخور، خودش رو میگفت، مثلا همسایه یک ملای مسلمان عذاب خدا میاد اردوی ما رو میبره. بله، هر دویتون رو میبره. جوابش رو به این شکل بدید که مثلا در یک کشتی نشستید، یک انسان احمقی بیاد یک پیچگوشتی میخی چیزی رو برداره، ای شروع بکنه به سوراخ کردن کشتی، قایقی چیزی سوار شدید سوراخ کرد. شما چی کار میکنید؟ همینطور نگاه میکنید، به من چه، بذار سوراخ بکنه، داره برای خودش سوراخ میکنه. نه خیر، اون داره سوراخ میکنه کشتی رو. کشتی که سوراخ شد، آب اومد در کشتی، دیگه کشتی نمیگه که تو کردی اون کرده، هر دوتاتون غرق میشید. دقیقاً منکرات در یک جامعه اینطوری است. انسانی که منکر میکنه و تویی که منکر نمی کنی، عمل زشت نمی کنی، اون رو جلویشو نمیگیری، سبب میشه که غضب که نازل شد، عذاب که نازل شد، همه جامعه رو نابود میکنه. بعد
این است که الله سبحانه و تعالی همه چیزش با نظام هست، حتی عذاب الله سبحانه و تعالی با نظام هست. 16 مورد اسباب نزول عذاب الله سبحانه و تعالی هست در یک جامعه که یکیش همین است که فسق و فجور در جامعه زیاد بشه. در آیه شریف الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که اگر خواستیم یک ملتی رو نابود بکنیم امرنا مترفیها ففسقوا فیها، ما اون انسان‌های فاسق و فاجر رو امر میکنیم، این نه که اونها رو مجبور میکنیم، به اونا مجال داده میشه که فسق و فجور بکنن، کسی هم جلویشون رو نمیگیره، عذاب الله سبحانه و تعالی در اون جامعه نازل میشه. اما مثل کاری که رحمانوف داره در تاجیکستان میکنه، باور به الله سبحانه و تعالی بکنید 16 سبب، حالا شاید بیشتر یا کمتر باشه، من میگم 16 سبب عذاب الله سبحانه و تعالی که در یک جامعه میخواد نازل بشه رو داره انجام میده. و اگر امروز علمای تاجیکستان، ملت تاجیکستان جلویش رو نگیرند، فردا که از غضب الله آمد، فردا که مصیبت آمد، دیگه نمیگه که این رحمانوف هست این حاجی میرزاست، هر دوتا غرق میشن، هر دوتا نابود میشن.